شرکت سامسونگ در سال 1938 توسط لی بیانگچول با هدف فعالیت در مبادلات تجاری اقتصادی تأسیس شد. این شرکت در سال 1960 به صنعت الکترونیک وارد شد و نهایتاً در سال 1987 با مرگ لی به 4 گروه تجاری تقسیم شد: گروه سامسونگ، گروه شینسگائه، گروه سی جی و نهایتاً گروه هانسول. از سال 1990 سامسونگ فعالیت خودش رو در بازار محصولات الکترونیکی افزایش داد و عملاً تمرکزش رو روی محصولات خانگی به ویژه گوشی‌های تلفن همراه گذاشت. این شرکت تونست با عرضه گوشی‌های هوشمند سری سامسونگ گلکسی اس محبوبیت بالایی به دست بیاره و در سال 2015 تبدیل به دومین شرکت بزرگ فناوری اطلاعاتی بشه. در 19 آگوست سال 2016 این شرکت محصولی به نام سامسونگ گلکسی نوت 7 رو عرضه کرد که قرار بود تبدیل به پرچمدار جدید این شرکت بشه و جای گلکسی نوت 5 رو پر کنه. اما نهایتاً به خاطر مشکلی که در پورت شارژر و همچنین باتریش وجود داشت تبدیل به یک فاجعه برای این شرکت شد. این گوشی‌ها به شکل باور نکردنی چه در حین شارژ و چه زمانی که ازشون استفاده نمی‌کردین منفجر می‌شدن و آتش گرفتن. به همین خاطر شرکت سامسونگ طی فراخوانی شروع به جمع‌آوری گوشی‌های توزیع شده در بازار کرد. تحلیلگران اقتصادی هم اعلام کردند که سامسونگ به خاطر عرضه این محصول 17 میلیارد دلار ضرر کرده و ارزش سهامش هم به شدت کاهش پیدا کرد. نهایتاً در سال 2017 سامسونگ پرچمدار جدیدش رو با نام سامسونگ گلکسی S8 عرضه کرد تا بخشی از ضررهاش رو جبران کنه. حالا سوال اینجاست که آیا این شرکت میتونه با این محصول محبوبیت از دست رفتش رو برگردونه یا نه؟ به دیجیرو خوش اومدید. من علیرضا مؤیدی هستم و امروز میخوایم به نقد و بررسی گلکسی S8 بپردازیم. با ما همراه باشید. خب همین اول نقد باید بگیم که این گوشی دوباره مثل گذشته از ظاهر زیبا و دلنشین بهره میبره و با توجه به حذف دکمه هوم اسکرین خیلی متفاوت از گذشته جلوه میکنه. همچنین گوشی دارای قابی بسیار باریک و صفحه دابل اج هست که در رنگ بندی های متنوعی در اختیارتون قرار میگیره. سنسور حسگر اثر انگشت به قسمت پشتی گوشی منتقل شده و در فاصله بسیار نزدیکی به لنز دوربین قرار داره که زیاد جالب نیست. در کل این گوشی از نظر طراحی نسبت به نسخه های قبلیش پیشرفت چشمگیری داشته. همچنین دوباره ما شاهد استاندارد مقاومت آبی IP68 در این محصول هستیم که امروزه تبدیل به عامل حیاتی برای هر گوشی پرچمدار شده. صفحه گوشی 58 اینچی سوپر آمولد و از فناوری آلویز آن اسکرین بهره میبره که میتونین با لمس کردن قفل مجازی که تعریف شده روی صفحهش گوشی رو باز کنید. تراکم پیکسلش 570 ppi و دارای رزولوشن 1440 در 2960 که میتونه به واسطش تصاویر فوق‌العاده‌ای رو براتون به نمایش بذاره. صفحه جدید این گوشی دارای نسبت بعد 18.5 به 9 که میشه نتیجه گرفت به هیچ وجه عریض‌تر از صفحه‌هایی با نسبت 16 به 9 نیست، ولی به شکل قابل توجهی درازتره. همچنین حداکثر و حداقل میزان روشنایی صفحه خیلی خوبه و شما هیچ مشکلی برای کار کردن با گوشی در هوای آفتابی یا تاریک اتاق نخواهید داشت. حالا ممکنه شما از خودتون بپرسین این چطور میتونه تجربه کاربر رو عوض کنه؟ خب در پاسخ باید بهتون بگیم به خاطر بهره‌گیری از فناوری دابل اج کاربر قادر خواهد بود که محتویات بیشتری رو در صفحه ببینه، ولی از اونجایی که نسبت تصویری 18.5 به 9 یک نسبت استاندارد نیست و خیلی از بازی‌ها یا فیلم‌ها بر اساس نسبت 16 به 9 ساخته میشن، شما مقداری شاهد ناهنجاری تصویری به خصوص در گوشه‌های باریک صفحه خواهید بود. سامسونگ دوباره رابط کاربریشو در نسخه جدید اندروید متحول کرده. قالب افکت‌های بصری که در این گوشی شاهد خواهید بود در نوع خودش بی‌نظیره و میتونه برای خیلی‌ها رضایت بخش باشه. طراحی آیکون‌ها به شکلی ساده و ارگونومیک صورت گرفته و لایو والپیپرهای جدیدی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده، ولی از اونجایی که میزان مصرف باتری رو افزایش میدن و از طرفی هم سطح عملکرد رو کمی پایین میارن، به همین خاطر ترجیح خواهید داد ازشون استفاده نکنید. در کل استفاده از برنامه‌های این گوشی خیلی میتونه لذت بخش باشه، ولی به خاطر نسبت تصویری غیر استانداردش و همچنین صفحه انحناء‌دار و باریکش کمی اذیت خواهید شد.
یکی از مواردی که زیاد توجهم رو جلب نکرد مربوط به راهنمای کمکی سامسونگ میشه که اسمشو گذاشته بیکسبی و میتونم بگم تقریبا به هیچ دردی نمیخوره. اونا حتی یه دکمه طراحی کردن که فقط برای فعالسازی بیکسبی کاربرد داره. اگه فشارش بدین وارد بخشی میشین که به واسطش میتونین به سرویس های مختلفی مثل توییتر یا اسپاتیفای و چیزای دیگه دسترسی داشته باشید. در اصل این اسیستنت تفاوت چندانی با چیزی که از گوگل یا HTC دیدیم نداره و حتی کاراییش هم کمتره. گالاکسی S8 اولین گوشی است که از پردازنده کوالکوم اسنپ دراگون 835 استفاده میکنه و دارای 4 گیگ رمه. همچنین قابلیت اتصال حافظه‌های میکرو SD هم در این گوشی براتون فراهم شده. به عبارت ساده تر میشه گفت این گوشی عملکرد فوق‌العاده‌ای رو داره. ولی سوال اصلی اینجاست که چقدر این عملکرد قراره دووم بیاره؟ چرا که گوشی‌های سامسونگ بعد از 6 ماه یا 1 سال استفاده به شدت کند میشن و این به خاطر UI های خیلی پیچیده شونه. البته لازم به ذکره که گوشی حتی در اولین ماه‌های خریدتون هم عملکردی خارق‌العاده را از خودش نشون نخواهد داد و به عنوان مثال ما شاهد نرخ فریم 30 در بسیاری از بازی‌ها نخواهیم بود، ولی باز هم یکی از بهترین عملکردها رو در میان تمام گوشی از خودش نشون میده. همچنین باتری گوشی هم در دو ظرفیت 3000 و 3500 میلی آمپر ساعت بر مدل‌های S8 و S8 پلاس موجود خواهد بود. عمر باتری در هر دوی این مدل‌ها تقریباً کافیه، ولی به عنوان پدیده این مثال زدنی ازش نمیشه یاد کرد و اگه قرار خیلی از گوشی استفاده کنین باتری شاید یه روزم دووم نیاره. نهایتاً دوربین گوشی تفاوت چندانی با مدل سال پیش نداره. در اصل دوربین اصلی گوشی مشخصاش دقیقاً عین S7. البته کمی در بخش نرم افزاری دوربینش کار شده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کنه، ولی باز هم شاهد تفاوت زیادی نخواهید بود. البته منظورمون این نیست که دوربین بدی داره. دوربین S7 بهترین دوربین سال 2016 معرفی شد و امسال هم ما شاهد همون دوربین در S8 هستیم. ولی دوربین جلویی گوشی بهبود پیدا کرده و امسال میتونین سلفی های به مراتب بهتری رو با این گوشی ثبت کنید. به عنوان نتیجه گیری باید این سوال رو مطرح کنیم که آیا جدیدترین پرچمدار سامسونگ قادر خواهد بود اون از فضای تاریکی که وارد شده نجات بده یا نه؟ آیا تمامی این مشخصه ها و ویژگی ها یا طراحی جدیدش قادر خواهد بود کاری کنن تا افکار عمومی فاجعه سال پیش گوشی های این شرکت رو فراموش کنن؟ خب پاسخ به این سوال کار خیلی سختیه، چرا که هر کسی میتونه نگرش متفاوت رو نسبت به این گوشی داشته باشه. به عبارتی میشه گفت این گوشی کاملا چهارچوبی سلیقه‌ای داره. خیلی از شماها ممکن است طراحیش به شدت خوشتون بیاد و خیلی های دیگه هم ممکنه پرچمدارای دیگر رو بهش ترجیح بدید. ولی چیزی که میشه با اطمینان در موردش صحبت کرد تلاش سامسونگه. این شرکت در عصری که تمامی گوشی‌های هوشمند شبیه هم دیگه شدن محصولی متفاوت از گذشته رو عرضه کرده و سعی داشته با ایده‌های نوآورانش برتریشو نسبت به سایر رقباش حفظ کنه. حالا باید صبر کرد و دید در آینده چه چیزی منتظر این کمپانیه. خب دوستان این بود از نقد و بررسی سامسونگ گالاکسی S8. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. برای تهیه ویدیوهای بیشتر دیجیرو رو فراموش نکنید. من علیرضا معیدی هستم و تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید.